нахуст дар ҷамоати деҳоти Якатути ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ раиси вилояти Хатнон Давлаталӣ Саид аз амалигардонии барномаи давлатии ниҳолшинонӣ ва кабудидоркунӣ то давраи соли 2040 дидан намуда худ дар маъракаи ниҳолшинонӣ ширкат варзиданд ва баҳри сарсабзу хуррам нигоҳ доштани ноҳия ба масъулин дастуру тавсияҳои судманд доданд. طبق نقشه تعریضی کرده بخش حفظی محیط زیست نویا سال روان باید 22,000 نیولوی همیشه سبز آرایشی و میوه دهنده شنانیده شود. در این روز 300 نیولی سویا افکن آرایشی و 200 نیولی توت شنانیده شد. در دهات یکاتوت 3050 گکتار زمین کورمی آبی موجود بوده، از این 2400 گکتار زمین پورا شودگار شده است و سال روان در میدان 1659 گکتار کشتی پنبه‌دانه میگذرانند. الحال 40 عدد تکنیک‌های موجود در خط تیار قرار داشته نهالچینانی و سبز و خرمگردانی محیط زیست ادامه دارد. خواجگی دهقانی یک خاکپستی جماعت دیهاتی ذکر گردیده است. سال دیوم است که در گرمخانه‌های پهن‌هایشان 7 و درازیشان 40 متره پرورش قلفینه را برآمده در تامین بازار استعمالی با این میوه شهدبار حصه گذارند. رئیس ولایت این اقدام را پذیرایی کرد و تاکید داشت که در برابر این میدانی کشت پخته را وسع نموده به استحصال بیشتری این اشیای خام صنعتی موفق گردند. در شفت گرمخانه‌ها قطعه زمینی خواجگی دهقانی کمال را علف بیگانه زیر کرده است که این به احترامی به زمین زربخش ارزیابی شد. رئیس ولایت دستور داد که این قطعه را از نو شودگار کرده با پرورش دیگر زراعت آماده سازند. در ناحیه عبدالرحمن جامی با مقصدی در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های رهبری دولت عاید به ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین، فراهم آوردن شرایط کاری و غنی گردانیدن بودجه دولت در زمین خواجگی دهقانی باباگلی در مساحت 960 متر مربع ساختمان بنای فرمای پرورش پرنده برای 10,000 سر مرغ واقع در دهه به نام نصرت الله مقسوم جماعت دیهاتی وخشان را به نقشه گرفته بنیادکاری ها را ادامه داده ایستادند. با بنیادکاران برای خصوصیت و با طلبات زمان بازگو گردانیدن فرمای پرنده پروری دستور و توصیه‌های سازنده داده شد. همچنین ضمن بازدید از جریان کارها در ورزشگاه مرکزی رئیس ولایت با لایحه ورزشگاه مرکزی برای 10,000 جای نشست شناس گردیده اراده‌های حقانی بیان داشت تا در ساختمان آن طلبات معیارهای ساختمانی، شهرداری و شهرسازی قطعی رعایت گردد. این مسئله مورد آموزش قرار داده می شود و سپس به کارهای ساختمانی بعد اجازت گرفتن وسعت بخشیده می شود. ناحیه عبدالرحمن جامی ناحیه اگراری بوده برای بلند برداشتن بازده زمین، رویانیدن حاصل فراوان، تکنیک‌های موجوده باید به موسم کشت و کار بهاری پورا آماده باشد. طوری از رهبریت فیلیالی کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ در ولایت خطنان اطلاع گرفتیم برای کشت زیر پلیانکگی پنبه‌دانه 43 عدد تخم پاشک‌ها با خواجگی‌ها طریق اجاره مالیوی لیزینگی دسترس گردیده است. 10 مرکز خدمت رسانی تکنیکی، 67 عدد تکنیک از جمله 17 تراکتور تسمه چرخ در خدمت دهقانان قرار دارد. در ناحیه عبدالرحمن جامی باشد در این روز همه جماعت‌ها زمین استفاده برندگان تکنیک‌های موجوده را از معاینه تکنیکی گذرانیده در خط تیار گذاشتند. ما همه سالا میدونیم که کارمندان بازرسی نظاری دولتی تکنیک کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری ترکستان در ناحیه ابجان که کوشش می‌کنیم که هر چیز زودتر تکنیک را آماده کشتکاری بهار نمیم، چون که امروز و پگاه ما باید کشت را در ناحیه آغاز نمیم. علاقه تراکتور شودگار کن شودگار رفته ایستاده است. انا تخم پاشک‌ها را پورا آماده نسیم. حاضر در اینجا تاگی 286 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه آماده کار نموده پیشکش دهقانان گردانده. ضمن همایش و ملاقات رئیس ولایت با میخانی زدتالان رهبران متخصصان ناحیه عبدالرحمن جامی مسئولین ساحه کشاورزی از باب اراده و تاکیدهای پرزیدنت مملکت در سمت مدنیتی استفاده برای زمین، رشد ساحه پخته‌کاری، بخصوص تخم پروری و دیگر مشکلات ساحه اندیشه‌ها بیان گردید. رهبران و مسئولین وظیفه‌دار گردیدند که هر چیز زودتر شودگار را خوش‌صفت انجام بخشیده با دسترسی به تخمی‌های خوش‌صفت منطقه و آزموده شده با معرکه کشت پنبه‌دانه آمادگی جدی گیرند. همچنین آخرین
рӯзҳои кишти картошкаро низ аз даст надиҳанд. масъулият ва нигоҳи ватандорӣ барои ҳар як роҳбару мутахассис ва замин-истифодабаранда чун обу ҳаво зарур аст. Саидзода Шералӣ, Мамад Саид Хоҷҷаев, Тоҳир Бобоев, Намозали Эргаш, Ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Ахбор.